بدین یا هر جور تیم میکنید بریم با تانکا سوک کنید، فقط استان میشین بعدش یادتون نره. بعد اینترمیشن رو دو میزنه اچ پیش میاد مثلا رو سیلار نه آقا بستگی داره کدوم تورنمنت رو بگیر. آره باشه اون موقع چپیه رو داریم اکتیو میکنیم. چپیه استان تانکی هست دیگه. استان تانک چپیه استان تانکی مگه نیست؟ نمیدونم چپیه استان تانکی هست لک شدم بلک فکر کنم. یه چیزی مثل مال رشاد که دایره زیر کونه تانک میاد دیگه، متوجه میشین رو انیمیشنش. آره خیلی سریعه کستش. بپرین تو بگید اسپیرا بزنید. مهمترین چیز اسپیره. آن هستیم باز شد. فیز نمیتونیم پری وایستیم آره؟ وایستد شد. وایستید بریم پری وایستیم. به اندازه اون باز زمانی که یارو داره همر میکوبه وقت دارین تو این کسوشر زمین رو تمام کنید سوکش رو دیگه. مردم سری بریم بیرون آره. سری جمع میشیم. آره اصلا قبل زیر پای سوک کنی ایزیه. آره تمام میشه اگه همه با هم بیان. همون گوته یک باسته یه وپن 2-4 یه وپن. ولی مثلا یه تو هیرویک یه گروپ هم میتونه پشت سر هم سوک کنه با لینکی دیفنسیوی چیزی. حالا این دیبافی که گرفتیم بعدی رو این دیباف دمش تکن. ما ریدمون چند منه الان؟ 21 بعدیش هم همون دیبافی ها با یه لینک داریم میتونن سوک کنن. یه ایمزی رلی دیوی. من میگیرم. حالا نگیرین هر کی بگیره بقیه رو میخوام چجوری چطورش نبا بکنی؟ نه با باب نمیپرستانش. بذار مست بزنم دورف میشه مست که بابا دیس مجیکه آقا اصلا اگه من اینی که داره میگه چیزا بیلیدا اونایی که سوال نکردن هم دمیج نمیخورن. بابا 5 نفر رو بسیم سوک میکنن بریم بعد ایمدیشون بکنه. هی چیزتر میشه. این دورف لازم بکنم 2 تا سوک بیشتر نکنم. مطمئن نیست البته ما داریم از اولی استانو شروع میکنیم. فکر کنم 4 تا بزن اکشوری. میزنه چرا فکر کنم 2 تا استان اگه وپن اول شروع کنی فکر کنم 4 تا استان بزن. برده پی پی مادر ابیلیتیاش یعنی کمبو نمیشه چه مسخره. یه بار ثانیه 18 اسپیر. ولی این دمیج بیلیدش خوب زیاده. همین یه رو استکش فکر می‌کردم مثلا سوک و اسپیر رو کمبو میزنه. فکر کنم 4 بار میزنه به طورت خارجی. چرا 4 بار بزنه؟ اگه اولی اکتیوش کنی فکر کنم بعد اینترمیشن 2 دوباره کستش. مطمئن نیستم اینو ولی ما اولی اکتیو کردیم. یعنی وپن فیز یکیشو نگر میداره بعید بدونم اینجوری میتیک که 4 تا 3 تا رو با هم میزنه. میگم من رو وپن اکتیوی که اینا کردن حدس میزنم. مطمئن نیستم. بعید بدونم یه بار دیگه پولش کردن اینا. الان مثلا این سندالرز نفر راستی شروع کرد. از وسطش ما الان این انترای ما اینه ترای اول این سندالرز. بازم 1 و 3 دیگه حالا میریم اسکال داره. آره یه دوتایی دیفنسیو بزن. هیرویک که رو هم دیگه هم میشن. چنج فرم بکنی روی اسفیر راستی اکتیو میکنین بعد یه همه میزنی سک کنیم مثلا چنج فرمش ولی شد بکنی مهمه که اسپیر رو زمینه انرژی میده. نه باید این دنس اندازه یک کس تخت داری دیگه. عجله علکی در نری که بمیرید اون تو. یه بار دور بزنید توش بریم بیرون دوباره دور بزنید. قبل تورمنت باید خالیش کنید. تمام شد تورمنت. خالیش اولی رو با ایمس بیا الان این وپن رو میکنه روتون.
خوشگله. تو چونه الان اونی که به یه نفر میزنه این این به یه نفر میزنه. او نه. دو نفر این تو هم پترن بود. دنس رشوک دیگه کاری نداره. خیلی ایزیه. این ایزی ترین وپنه. میتیک 3 نفر میزنه. بیام دوباره میریم ما تو. دوباره فکر کنم بزنم انرژی باز هنوز آجارن بزن. تو هر ویندو فکر کنم دوباره ابیلیتی وپنه رو کست کنه تو هر ویندو اینتر میشه. بین اینتر میشه نه. هر دو اوریج اگه اسپیرال مثل آدم بکشیم سریع. دورترین تارگت نسبت به جامپشو میزنه. مطمئنم اینو. یعنی 2 نفر برن دور وایسن دوباره اینتر رو همون 2 نفر میزن. الان کدوم آبی اسپیرال. یا زر؟ اگه چپیه رو سک کنید استان تانکی آبی رو سک کنید یه جا بعد همه رو سر هم استک کنید. الان کدومو میخوایم سک کنیم؟ راست آبی؟ برو آبی رو برو اوکی. برو تو آبی. یه استک کنیم ببینیم چه بعد ابیلیتی بزنه بعد همه یه رید رو سر هم استک شیم برای اون ابیلیتی. آره کارامون رو کرد. الان کن. با کلا اسپیره همین شیلنگ دست. هیچ کاریش نمیشه کرد اونو. این سجاد تو هر ویندو 2 تا میزنه از ابیلیتی بکنه ولی انیویز. رفتا دوج. آره یک تکرار نمیشه. این زیر فیلم سوپر میشد اگه این کارو میکرد شد. سک کن. یادتون نره تایم داره یه توتم شامل رو زمین بذار اگه داریم تو این بچرخین. الکی سم میوازی گریدی نشین بمیرید بک‌گراند بزنید. باز هم دمیج مون. هردونی که دیباف دارن با یه والی چیزی راحت اینو سوک میکنه. این لینک بذاری همه سوکش میکنه. گوش بده ابیلیتی باسش این اسپیره اینه که بعد همه رید به جز تانکا رو سر هم نقطه‌شین ازتون یه حالت قلبی انی گوی چیزی میگیره. نه اینو یه 5 نفر میندازه هیلر رو باید هیل کنن. بعد که هیلش کردن از توشتون اندر. خب هیل نکنین سر هم نقطه‌شین داچ کردنش خیلی راحت. هم هیلش رو باسو نکشینا باسو نکشین. بهترین کارش همینه رو سر هم یه سری نقطه‌شین هم هیلش کنید رو هم نقطه‌شین یه لحظه همه نقطه‌شین نقطه‌شو برادر همه یه رید نقطه‌شین اگه نقطه شیم ایمیون دیگه به دایره این باشه سانکو تو نمیزنه همه تو نقطه‌شین بعد منفجر شی. بعد دقیقاً نقطه‌شین اسکولا داره چند تا باز کرد 2 تا دیگه واسه 1 و 2 رو باز کرد. امروز واسه 1 و 2 فردا واسه 3 یا 4 با 7 هم به لهجت خندیدن. کشید برو فقط اینترمیشن رو یه راب تایم دارید اینترمیشن رو پشت سر هم تایم کنید تیپس موومنت چیز دیگه ای نره کلا واسه برای تستینگ هم بعد کسوش برین دادن 2 تا وپن دیگه. اگه اولش جدی میگاد دلکو اینا یا تو چپ باس یا تو راست باس به طرف وپنا یه خط عمود از در ورودی این استفا رو میچینن هر بار. نمیدونم چرا این کارو میکنن داره. آخه فکر کنم منطقیش همونه. چرا اگه خب قرار باشه بکشه 4 تاش. حالا میکشه. هر چی دور از باس انقدر. میلیا بیا. استک آفرین یه رور بده کاوش مردا. این یه اسپید هم باید بدین که راحت موش بدین. تموم شد؟ فکر کنم با فیوز ای پاستر اون یه نفر I said Jeff of how we wanted to do it in the general by the way if you wanted to see the movement firsthand. همین بازی کنه یه رو دور چیز دیگه نره تست کنه. اگه میخواین تست کنین چیز دیگه بکنید وگرنه همینو بریم پشت سر. 2-4 تست کنم. میخوایم وایب کنیم این دفعه 2-4 بره اصلا بکنیم مامی یه چیز دیگه بعد تست کردن الان نره واقعا. مگه میخوایم وایب کنیم که منو هیل بده که بگامتون. چرا حالا قلب که مثلا اینو تست کردن خیلی فایده ای هم نداره به خاطر اینکه تو میتیک 2 تا میزنه یعنی کمباش فرق یعنی همچین تست کردن این همچین خیلی فایده تست کردن موومنت اینترمیشن خب بقیش فایده ای نداره.
موومنت 2-4 برن دیگه. 2-4 که نرفت. دو چهار برم. باید برین 2-4 بلو. گل خیلی بده. گل خیلی بده. اسکش اون گل نمیزنه خدایی. این دفعه نباید بریم رو. این دفعه باید جوری بچرخ بگه. میگه الان گایده. ترقه میزنم. بله بله بفرمایید. همین الان بریم. برو. ممکنه خیلی هم سالمه. حالا اینم از تومون رد شد هیچی نخوردیم. من به استیک احتمالا استکه به خاطر هیلینگش راحت تره دیگه. Five, four, three, two, one. نمرد. به فاطمه زهرا. فاطمه زهرا بود دیگه.
آره. هیل کنین مردیم دارشون Idea. Diana came on. You stuck on blue. رو بلو آن جدی دارم تست میکنم. بلو دیگه. الان همین رسید دوباره بود. مثلا من الان برم اینجا وایسا ببینم دمیج میخورم از اینا. این خدا وکیلی دیگه دارم توش رد میشم دمیج. حالا اگه زد داداش داتش هم روته. بدی بله کنم یه دات میندازه فقط. اون دمیجی که میده زیاد سنگین نیست. کت فرم کرده بودم داشتم میدویدم توش. نه تو میستیک باید یه جور دیگه به اسم همونی که میگفت. همین خطی باید به اسمش بتونم احتمال 100%. واسه اینترمیشنه برن رورم بدین یادتون نره. نه اون برو ریدن این بری بچم. برو اون بری. منو کشت. پراکنده چی دا؟ پراکنده چی؟ یکی زودتر موو میده تهش معلوم نمیشه. یکی هم اون برش شروع کرد اصلا خلافتون شروع کرد. بسیار داریم. خدا دیوز نرید توش تعریف کردیم یا خوبه. شیری خود رفتیم اون. خب اولی رید گفتم بعد و ما نزدیم دیگه. این داریم سورس میکنیم باگ نیست احیانا لحظه ای که شما میرین تو سورس لحظه ای که داریم آدم اشتباهی سلام نوتیفیکیشن رو میندازه بعد ادامه گردنی یعنی به دمیج بیشتر به دمیج تیکن داریم میخوریم anyway ولی من تو اولیش واسه اونا سلب میدم. خب الان من این گدرینگ تورنمنت نیرپاییه یا گدرینگ تورنمنت چیزه که فایت بعد ابیلیتیش پستش داره. اگه اینا رو دو سه بار دردناک کنی. اگه من الان به دات مردم خب آخه اونم لینک میذاره. یه الان گدرینگ تورمنت اگه داته که این ثانیه مونده تا داته دیگه. آخه خب الان دست منم همینه گدرینگ تورمنت کشتم. مشکل داری؟ تو اون فلش مورتیفیکیشن رو میندازه روت بعد داری با اون سوک میکنی. anyway این موومنتش فقط مهمه. حالا موومنتش مهم بود یاد بگیریم توی پی تی آر. یکی ثانیه آخر میره راست یکی میره چپ. که اونم داریم کس خود در میاریم فعلا. ایزی آیتم داره کدک